80 سال قبل از طوفان نوح اتفاقی که در کره زمین افتاده و تو در جریان نیستی اینه که 99% مردم کره زمین شدن که نمیمیره. قبرستونا جمعیت نداره. رسیدن به جایی که هنوزه بشر نمیتونه کشتی نوحو بسازه. سال 2025 هنوز بشر نمیتونه یک کشتی بسازه که انسان ها برن توش، طوفان شه، همه جهان رو آب ببره و موجهای 500 متری و 1000 متری آتش فشان ها را بیفته و توش زنده بمونن. درست زمانی که داشت علم بشریت که الان مثل گاو نسبت به اون موقع نمیفهمن داشت پیشرفت کرد، با انسان نماها قیام کرد. انسان نماها شروع کردن به کشتار اهل تصوف. الان هم همون تاریخ. اگر جنگ جهانی اتفاقی نیفته، مردم جهان تحمل کنن تو این 20 سال آینده به قول خودمون اون اتفاق میفته. یعنی ما داریم میریم به سمت این که مردم دیگه نمیمیرن، میتونن کاری کنن که نمیرن. یعنی کسی از مثلا 500 سال زندگی این کار اتفاق نمیفته. چرا؟ برای که انسان نماها دوباره در حال قیامت، یعنی دنبال جنگ و خونریزی و اینا.